خوش اومدید پارت 7. بچه ها از هم اومدیم میرن داخل حیاتشیم. خیلی هم سرده، اینجا پر عربه. آسمون رو ببینید چقدر قشنگه. منم شالم و خوشگلی کشیدم. اینجا تو عرب خیلی زیاده نزدیک ما. به یاد دوستم خب بریم بهشون بگیم اهلا و سهلا. روم نمیشه یا میگفتم نه شاید عربن همشون. دوست گلم روم نمیشه یا به خدا میگفتم دوست داشتم بگم. تایم نهارمون دیر شده و خب نمیدونم ما موندیم تو عرب منتظر مامانم این تا بیاد با هم بریم با هم دیگه. من بگم اینقدر سرد اینجوری من اینجوری یخ کردم چرا اینجوری جمع کردم گرفتم به خودم. خیلی بیش از حد سرده. صف کشیدم شالمون دیگه در بردم. این شالی که اینجا نشستیم صف که نشستم برای اتوبوسه. نه اینجا میشه من تو برم که امیرالی با بابام نشستم اینجا یا صف دیگه نمیرسم زیرم چادرم زیرمه دیگه نمیرسم. بچه اینجا هتل 5 ستاره چیه؟ مدینه رضا 5 ستاره. میخوایم این نهار تمام نهار خیلی دیر شده. منو چادرم اومدیم صرف نهار. اینجا داریم نهار میخوریم. نهارشون هم جوجه خوشش خیلی خوش نداره. بچه اومدیم خونه در رو بزن. نهارشون جوجه بود خیلی هم خوشمزه بود. من اومدیم خونه غروب دارم همه خرید. این خیلی دیگه گوزن کریسمس بریم آتش کنیم. خیلی آفرسون کنیم شما خیلی شده خیلی پایین بالا میشه به من پله میده. بچه ببینیم با چی اومدم با دمپایی هتل. بچه میخوایم بخوریم یه ذره استراحت که کنم میریم خرید. زنونه بدون مردا. سریع برید پارت 8 یا 7 رو بریم ببینیم. الان میذارم و خریده بود.